برای اینجا احتمالاً بعضی وقفه میاد و بعد از اون فعلا من منتظرم، ولی اگه شما خودتون رو میبینید. من خودم هم میبینم، فقط میبینم دست چپ ما وصل شه. الان وصل شد. الان منو دارید؟ وصل شد. فعلا نه اینجا نیومده، معمولا یه ذره طول میکشه. آها الان اومد. باش من وصل شد. بله. خب دوستان عذرخواهی میکنم، مثل اینکه در سیستم اینترنت یک کمی وقفه ایجاد شد، سرعت اینترنت مثل اینکه کم و زیاد شد. عذرخواهی میکنم اگر قسمت هایی رو نشنیدید. من با اجازه شما اون قسمت آخر تکرار میکنم. سوالی بود که جناب یوسف گمگشته پرسیده بودن راجع به آیا دستکش بهتره یا دستامن با صابون بشوریم. من عرض کردم که بهتر اینه که فرد وقتی که میاد بیرون، چون امکانات شستن دستش مداوم نداره با آب و صابون، دستکش بکنه دستش. وقتی که میاد خانه دستش با آب و صابون بشوره، چون اگر بره بیرون در یه شغلی باشه که مثلا بخواد 20 بار دستش بشوره، 10 بار دستش بشوره، با افراد مختلفی در تماس خواهد بود، این امکانش سخت میشه شستن دستها. ولی ما همیشه توصیه میکنیم که دستها رو مدام بشورید. خوبه، عالیه، ولی امکان بیرون شستن دستها نیست، برای اینه که دستکش بپوشین. چون این دست شما میخوره به اون میله اتوبوس، دست شما میخوره به در، دست شما میخوره به وسایلی که در بیرون محیط هست. به این خاطر دستکش بزنید. ولی حواستان باشه دوستان، توجه بفرمایید که این دستکش که میگیم، ویروس در روی دستکش میماند. پس وقتی که میرید بیرون دستکش دستتانه التماس به چشم نزنید، چون چشم بیماری را میتواند منتقل کند. پس از دست میرود به چشم. خیلی جا بوده است که ماسک زدن، دستکش زدن، بعد این دستکش رفته است بیرون، خورده است به جایی به چشم زدن. به این سبب است ما توصیه اکید میکنیم که وقتی میرید بیرون، اگر دارید که عینک بزنید، اگر ندارید دستهای شما به چشم شما تماس نداشته باشد. بعد که به منزل میایید دستکش ها را بندازید بیرون از خانه. در بیرون خانه منظورم این است در کوچه و باغ نه، در جلوی خانه یک دانه بسته داشته باشید که وقتی وارد میشید دستکش ها رو در بیارید، در اون بسته نگه دارید. وارد خانه که شدید دست ها رو با صابون و آب بشورید، آب گرم و صابون، به مدت بیش از 20 ثانیه بشورید و تمام پشت دست، لای انگشت ها، شست دست، تمام انگشت ها رو، پشتش و جلوش را حسابی با آب و صابون بشورید. این برای افراد عموم است. برای پزشکان، برای همشیرگان، برای کسانی که در بیمارخانه ها و کلینیک های طبابتی کار می کنند، آنها دستکش را در یک روز یک بار استفاده نمی کنند. برای هر یک فرد یک بار دستکش، یعنی یک بیمار را می بیند، دستکشش را عوض می کند، می اندازد در آن بسته های زرد رنگی که در تاجیکستان در همه پلیکلینیک ها هست، در همه بیمارخانه ها هست، و بعد برای بیمار نو دستکش نو استفاده می کند. برای پروتکل بیمارخانه ها و پلیکلینیک ها فرق دارد با پلیکلینیک های با افرادی که در جامعه هستند. سوال بعدی این بود که آیا ماسک و نقاب می تواند تأثیر بذارد؟ ببینید، اگر ماسک ها N95 باشند، چون آنها فیلترهای مخصوص دارند، تا قریب 99% این ویروس را رد نمی کند. ولی این ماسک ها برای همه عموم نیست، برای همه عموم توصیه نمی شود. اینی که میگم برای تاجیکستان نیست، برای نیویورک. من در نیویورک هستم، ماسک N95 برای همه توصیه نمی شود. این ماسک ها برای بیمارخانه هاست، برای دکترها و همشیره ها، برای آنهایی که می روند در بیمارخانه هستند. برای عموم باقی ماسک ها استفاده می شود. باقی ماسک ها اگر ماسک نبود، من گفتم چند لایه پخته بذارید در یک جلو به عقبش را ببندید و ماسک خودتان درست کنید. این ماسک ها به نوع ماسک بستگی دارد. می تواند 60% جلوگیری کند، 40% جلوگیری کند، 30% جلوگیری کند. وابسته است به اینکه چقدر این فیلترش قوی باشد، این بسته بندی، این پشت هم بودن این پخته. ولی مهمش این است وقتی که ما در هوا ویروس هست
وقتی که جلوی دهان با اون ماسک بسته باشد، تعداد ویروسی که مقدار ویروسی که وارد بدن می شود کم می شود و این کم شدن ویروس باعث می شود که وقتی مسئولیت بدن می خواهد در مقابل ویروس بجنگد، آرام بجنگد. چون ما گفتیم مشکل کووید 19 چیست؟ مشکل کووید 19 آنجایی است که مسئولیت بدن، دفاع بدن خیلی تیز و با شدت زیاد به جنگ ویروس می رود و چون این همه نیروهای دفاعی را جمع می کند اونجا، خصوصا سایتوکین ها، باعث می شود که مکانیسم خیمیایی دور حجیره های شش به هم بخورد و فرد برود به سندروم فقاهات تنفسی و فوت. حالا ما هرچه ویروس کمتر بیاید، ایمونیتی یا مسئولیت بدن هم کمتر دفاع می کند نسبت به اون تعداد و باعث می شود که این خیمیایی به هم نخورد و ویروس را به سادگی از بین ببرد. پس این مهم است که فردی که بیمار می شود در مرحله اول ویروس کمی وارد بدنش بشود. اول اینکه ویروس نیاید، بیمار نشود، ولی حالا که بیمار می شود ویروس کمتر بیاد. به این سبب است میگیم حتما یک چیزی در دهان و بینی بسته باشد که ویروس اگر در هوا هست کمتر وارد بشود. پس ماسک این خاصیت دارد برای کسی که بیمار نیست. حالا فرض برای کسی که بیمار است، وقتی کسی بیمار است از دهانش ویروس خارج می شود، وقتی او هم ماسک می زند، اگر قرار بود 5 میلیون ویروس بیاید بیرون، 5000 ویروس می آید بیرون. وقتی 5000 ویروس بیاید بیرون، قدرت بیمار شدگی و پهن شوی کم می شود. به این سبب است می گوییم هم کسی که بیمار است، هم کسی که علامت دارد، هم کسی که بیمار نیست و هیچ علامت ندارد، همگی ماسک بپوشید تا این 1 ماه آینده گذر کنیم. سوال بعدی بوده است از جناب فیض‌الدین نصرالدینوف. سوال این است: چند روز بعد از آغاز بیماری می توان گفت که فرد مبتلا دیگر بیماری را منتقل نمی کند؟ از زمانی که علامت ها پیدا می شوند 2 هفته اگر بگذرد دیگر آن فرد خوب شده است. توجه داشته باشید، امکان دارد 2 هفته گذشته باشد و آن بیمار سرفه خشک کند. آن سرفه خشکش نگران کننده نیست. ولی اگر 2 هفته گذشت و حرارت بدنش بالای 38 گرادوس بود، آن فرد باید برود پیش دکتر، شاید عفونت‌های دیگر و یا عفونت کنترل نشده های دیگر گرفته باشد. پس برای کووید 19 ما از زمانی که علامت‌ها شروع می‌شوند ما 2 هفته در نظر می‌گیریم. بهترینش این است که بهترین توصیه من این است که وقتی که علامت‌ها پست شد 1 هفته بعد از آن در خانه بمانید، بعدش بروید. دیگر نه بیماری به شما مشکلی دارد و نه بیماری را پهن می‌کنید. پس بهترینش می‌شود بعد از 1 هفته بعد از اینکه علامت‌ها پست شد. این روشی است که ما بیشتر توصیه می‌کنیم. ولی شاید شما بروید در یک وبسایت بخوانید بگید که گفتن تست کووید بکنید و اگر تست کووید 2 مراتبه برای کسی که بیمار شده بود منفی بود، آن هم میتواند برد. ببینید آنها برای افراد خاص هستند، نه برای افراد عمومی. برای افراد عمومی که نمود بیماری، نمود علامت ها و نشانه ها ملایم بوده، خیلی شدید نبوده، توصیه نمی کنیم بروند بیمارخانه، در خانهشان بمانند به شرطی که برندی فشار نداشته باشند، فشار خونشان داولین میگید شما. دومی بیماری های کرونیکی مثل دیابت نداشته باشند. سوم اینکه گردش مشکل نداشته باشد، در خانه بماند. علامت ها پس شد 1 هفته دیگر بماند و برود. دیگر اینها نمیخواد برود تست کنند. ببینید تست های PCR در نیویورک آمریکا، در همه جای دنیا میتواند خطاگی داشته باشد. این تست ها 100% نیست. اهل‌الدین سلیموف سوال پرسیدند که کسی که از سفر برگشته و 14 روز در قرنطینه بوده آیا هنوز برای خانواده و اطرافیان خطرناک است؟ خب سوال جناب اهل‌الدین. ببینید دوستان، کسی که در قرنطینه بوده است به مدت 2 هفته، به شرطی که در این 2 هفته
این 2 هفته حالا خودش تنها بوده است در قرنطینه یا با 50 نفر در قرنطینه بوده، فرق نمی کند، ولی 2 هفته بوده است، به شرطی که آدمای نو وارد نشده باشند یا اینکه خود این آدم نرفته باشد بیرون با کسی کنتکت باشد. اگر 2 هفته گذرانده است، آن احتمال پهن‌شوی بیماری را ندارد. این آدم خطرناکی نیست، احتمال پهن‌شوی بیماری را ندارد. سوال بعدی بوده است که ویروس کرونا در چمدان‌ها، در روی چمدان‌ها و در روی وسایلی که با فرد میآید چقدر میماند. دوستان عزیز ببینید، گفتم ویروس در هوای آزاد میتواند در سطح دهان میتواند 1 تا 3 روز بماند، بعد میچسبد، میتواند در سطح باشد، میتواند رو چمدان بایستد، میتواند برود رو دستگیره در بایستد، میتواند برود در این دسترخوان بایستد. این جاها میتواند تا چند روز هم دوام پیدا کند. به این سبب است که ما میگیم وقتی که اگر مسافرتی رفته اید آمده اید، هم خود فرد در قرنطینه میماند، همون وسایلش هم در قرنطینه میماند. اگر اون وسایل 2 هفته در قرنطینه مانده است، دیگر نگرانی نخواهد داشت. خانم ناهید فاضل سوال کردند بشر کی از این کووید خلاص می شود؟ ببینید عزیزان، آن چیزی که در تحقیقات هست به نظر می رسد که بشر باید با ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 زندگی کند. خلاص شدن نیست، زندگی کردن خواهد بود. تا کی؟ همان جوری که تا جلسه قبل گفتم، تا وقتی که ما یک واکسن مؤثر قوی پیدا کنیم و یک طبابت خوب. پس ما حالاها خواهیم بود، زندگی خواهیم کرد با کووید 19. به این سبب است که بهترین راهش این است که ما به جای اینکه از کووید 19 بترسیم، آگاهیمان را همون جوری که داریم بیشتر کنیم و هوشیاریمان را بیشتر کنیم. بعضی وقتها هست دوستان ما آگاهی داریم نسبت به یک موضوع، ولی هوشیار نیستیم که چه کار باید بکنیم. آن چیزی است که دانش ما به عمل تبدیل می شود. دانش ما تمام ویروس را میشناسد، راه پهن‌شوی، راه گزارش، راه پیشگیری. حالا عمل کردن به اون دانش بسیار مهم است. اگر رعایت کنیم مسائل بهداشت شخصی، مسائل سانیتری، مسائل گگنی شخصی، این باعث می شود که ما بدون تشویش با ویروس کووید 19 زندگی کنیم. همانطوری که بشر بیش از 100 سال است آنفولانزا را میشناسد و با او زندگی می کند. بیش از 100 سال است بیماری سل را میشناسد و با او زندگی می کند. پس تشویشی ندارد زندگی کردن با این کووید 19. مهم این است که این خطر پهن‌شوی سریعش را طی 1 ماه آینده بگیریم. یعنی در تاجیکستان مهمترین چیز 4 هفته آینده است که مردم چطور با دانشی که دارند عمل می کنند که بتوانند ویروس را مهار کنند. وقتی که بیماری مهار شد، شما نگاه کنید، دیروز صدر اعظم آلمان خانم مرکل اعلام کرد، گفت که ما دیگر ویروس را مهار کردیم. نگفت ویروس را از بین برده ایم به پورگی، نگفت به پورگی دیگر ویروس در آلمان نیست، این را نگفت. گفت ما کنترل کردیم، حالا خرسندیم، مسابقات فوتبال را آزاد میکنیم، خرسندیم، کارها را باز میکنیم. پس این مهم است. ما نریم سراغ این که فکر کنیم تمام ویروس ها را از بدن دنیا و در تمام کشورها از بین برده می شود. نمی شود. ولی مهم این است که شدت بیماری را بگیریم، جلوش را مهارش کنیم، کنترل کنیم. برای شما همانطوری که گفتم 4 هفته آینده بی حد مهم است. جناب باباجان قیوموف سوال پرسیدن کووید و بیماران دیابتی و فشار خون و بیماری های مزمن. مهمترین سوال این است که دوستان، کسانی که سنشان بالای 55-60 سال است، کسانی که بیماری های کرونیکی مزمن مانند دیابت، فشار خون، بیماری های گرده دارند، اینها باید تحت مراقبت باشند. بهتر است این افراد در بیمارخانه بستری بشوند. اگر سرفه هاشان زیاد است، اگر تبشان زیاد است، اینا بروند در بیمارخانه، اینا در خانه نمانند، در بیمارخانه مراقبت بشوند. اینها مهم است.
و چون شدت و آرزه ها مشکلات در کسانی که بیماری کرونیکی دارن و سنشان بالای 60 سال بوده است بیشتر بوده است. چه کار باید بکنند؟ این بستگی دارد که علامت‌هاش چیست. اگر علامت‌های شدید تنفسی دارند، اونها باید بروند در مراقبت‌های ویژه، در بخش‌های مراقبت‌های ویژه ICU بستری بشوند و مراقبت‌های خاص دارند. و یا اینکه اگر در پیش از اون مرحله هستند، باید داروهای آنتیبیوتیکی خاص به آنها داده بشود. دوستان این سوال‌هایی بود که تا اینجا به من رسیده بود. من نگاه کنم ببینم آیا سوال دیگری از واتساپ هم آمده. جناب ذوقی بیگ سید امینی پرسیدند آیا کرونا از طریق پول کاغذی یا اسکناس هم به فرد دیگر منتقل می شود؟ جواب بله می شود. دوستان پول ها چیز خوبی هستند، ولی پول ها بی حد از لحاظ میکروب ها و ویروس ها کثیف هستند. پس پول چیز بدی نیست، ولی بی حد از لحاظ چسبیدن میکروب و ویروس کثیف است. به این خاطر ما وقتی میگیم دستکش بکنید دستتان، برای همین است. دستکش میکنید، به پول دست میزنید، دیگر تشویش ندارید، دستکش را میای خانه در میارید. پول ها حواستان باشد، وسایل کاغذی حواستان باشد، منتها زمانی که در وسایل فلزی دیدن بعضی فلز ها بیشتر ویروس زندگی میکند تا وسایل کاغذی. جناب فرهاد سلطانوف پرسیدند دختر من نقص مادرزاد دل دارد، 2 ساله است، آیا اون در گروه ریسک؟ ببینید وقتی من میگم کسی که کسل دل دارد، خیلی سوال مهمی فرمودند ایشان. نقص های مادرزادی کسل دل یا نقص های مادرزادی گرده را نمیگم. نقص های مانند بلندی فشار خون، نارسایی دل، تنگی عروق، تنگی سرخ رگ‌های خون، این نوع کسل‌های دل، بیماری‌های مزمن، نه بیماری‌های مادرزادی. بیماری‌های مادرزادی گرده، بیماری‌های مادرزادی دل را نمیگم. بیماری‌های مزمن گرده، نارسایی مزمن کلیه یعنی گرده، نارسایی حاد گرده، نارسایی دل، بلندی فشار خون، دیابت، اینها جزو کسانی هستند گروه آسیب پذیر یا با ریسک بالا هستند. سوال بعدی این است که اسدالله بابایوف در زمان ابتلا به کووید آیا کار جسمانی ممنوع است؟ دوستان اگر نفس تنگی ندارید هیچ کار جسمانی منعی ندارد، فقط به شرطی که نفس تنگی نداشته باشید. چون اگر تنگی نفس داشته باشید و کار جسمی بکنید نیاز به اکسیژن بیشتری دارید، کمبود اکسیژن پیدا میکنید. ولی اگر علامت ها رو ندارید کار بکنید هیچ مشکلی ندارد. جناب فخرالدین خالبک پرسیدند که آیا شما ویروس را طبیعی می‌دانید؟ ببینید نظر من نیست، نظر بیشتر محققین مستقل. ببینید بحث سیاسی یک بحث است، جنگ و جدل‌های سیاسی یک بحث است، بحث علمی جای خودش را دارد. در بحث‌های علمی که بین دانشمندان هست، این ویروس منبعش حیوانات بودند، جهش کرده است به حیوان دوم و از او به انسان. حالا سر این حیوان دومش بحث است. بعضی ها تحقیقات است که این یک مورچه خاره که پولک دارد، بعضی ها میگن شاید حیوان دیگر باشد، ولی ما میدانیم منبع بیماری پستانداردان یعنی حیواناتی که سینه مکانی میکنند و پرندگان هستند. چون کرونایی که الان داریم به نام کووید 19 یک نمود کروناست. ما ویروس کرونا با نمودهای مختلفی داریم. کرونا ویروس ها منبعشان حیواناتی است که سینه مکانی میکنند یا شیر میدهند. ما در فارسی ایرانی میگیم پستاندارند، شما سینه مکانی میگید یا شیر میدهند، و پرندگان. پس منبع اونجا بوده، به یک حیوان دوم رسیده است که این باعث ژنتیکی تغییر ژنتیکی شده است یا جهش ژنتیکی و بعد به انسان آمده است. حالا سر حیوان دومش بحث است. ولی این که میگن در آدم ها درستش کردند، آدم ها دستکاری کردند این ژنوم را، این هیچ گونه دلیل علمی نیست. یک بحث هست که آیا آن لابراتواری که در ووهان بوده است خطاگی داشته است که ویروس غلطیده است بیرون؟ سر این بحث است. این ممکن است، ممکن هست،
ممکن هست که چون لابراتواری های با درجه بالا باید از لحاظ ایمنی خیلی قوی باشند که چون آنها کارهای تحقیقاتی میکنن در ویروس، نه اینکه ویروس را بسازن، آنها کارهای تحقیقاتی میکنن که چطور این ویروس ها را کنترل کنن، واکسن بسازن. نیاز هست که این ویروس ها را داشته باشن، پهن کنن در آزمایشگاه، در محیط های خاص آزمایشگاهی. برای این است که آنها باید خوب محکم بسته باشن که ویروس یا میکروب بیرون نیاد. بحث این است که آن لابراتواری که در ووهان است فقط کار تخصصی میکرده است در کووید 19. حالا صحبت این است که شاید از آن لابراتوار ویروس غلطیده باشد بیرون، این باید اجازه بدهند در ووهان تحقیقات بشود، مشخص بشود. ولی این که اگر صحبت است آن لابراتوار ویروس را خودش ساخته است، این هیچ گونه منبع علمی برای این گپ نداریم. از آن طرف هم میگن لابراتوارهای آمریکا ساخته است، برای این هم یگان سند که نشان دهد آمریکا ویروس را خودش ساخته است یا خطای خودش ساخته است نیست. فقط یک گمانه است که نکند آن لابراتواری که در خطای روی کرونا ویروس ها کار میکرده است، چون من گفتم اولین نمودی که ما داشتیم کرونا به انسان غلطید در سال 2002 در همین خطای بود و کرونا ویروس بود. به سبب این است که آن لابراتوار پیشرفته را درست کردند که بتواند جلوگیری کند برای کروناهای آینده. گمان برده می شود شاید از اون لابراتوار غلطیده است بیرون. هنوز سندی قطعی نیست، باید مطالعه بشود، ولی قطعا می‌دانیم تا حاضر انسان این ویروس را درست نکرده است. بعد سوال بعدی این است که به نظر من اگر واقعا این طبیعی بود، حالا دوایش ببینید خب طبیعی بود، اتفاقا اگر ساختگی دست بشر بود دواش راحت‌تر می‌آمد، و اینکه خودش ساخته بود خودش هم از بینش برد. چون طبیعی است بشر سخت است برای یه چیز طبیعی که آگاهی ندارد برود تبابت بسازد. چون سوال این بوده است به نظر ایشان گفته است به نظر خودشان اگر واقعا این طبیعت می بود حالا دوایش هم پیدا شده بود. من یک جور دیگر نتیجه میگیرم، چون این طبیعی است علم شناخت کامل ندارد، تا شناخت کامل پیدا کند زمان میبرد. اگر دست خود بشر بود چون میدانست چطوری تولیدش کرده است، راه از بین بردنش را هم بلد بود، میدانست. جناب شهرت لطیفی، مگر آنهایی که ویچ دارند هم در برابر کرونا آسیب پذیرند، آنها که داروی مسئولیت میخورند؟ دوستان این سوال خیلی مهمی است. کسانی که نارسایی مسئولیت انسان، نارسایی مسئولیت آدم یا HIV دارند، Human Immunodeficiency ویروس دارند یا بیماری ایدز، شما میگید اسپید ویچ، اینها چون سیستم ایمنیتیشان سست است در معرض ابتلا بیشتر قرار میگیرند و ویروس بیشتری به بدن آنها میآید. منتها چون ریاکسیونی که متناسب میدهند هنوز صحبت است که آیا اینها اون حالت شدیدی در بیمارانی که ویروس HIV ندارند دارند یا ندارند هنوز مشخص نیست، ولی باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرند. تحت مراقبت‌های ویژه منظورم کسانی است که با HIV زندگی می‌کنند و کرونا گرفتند. کسانی که با HIV زندگی می‌کنند هیچ فرقی با دیگر افراد جامعه ندارند. آنها دارویی که می‌گیرند ویروس در بدنشان انقدر پست است که هیچ گونه مشکلی برای حیاتشان نیست، هیچ گونه مشکلی برای پهن کردن بیماریشان نیست. آنها برادران، خواهران، عزیزان ما هستند که در جامعه ما زندگی می‌کنند. من این که گفتم تحت مراقبت خاص برای کسانی است که با ویروس HIV زندگی می‌کنند و حالا کرونا ویروس گرفتند و علامت‌های ششی دارند. اینها باید در بیمارستان بستری بشوند. عبدالرحیم عمریان گفتند که آیا ویروس کرونا در داخل آب هم زنده میماند؟ هنوز هیچ مطالعه‌ای که در آب دریاها یا آب رودخانه‌ها باعث پهن‌شوی ویروس شده باشد نداریم، چون این ویروس مختص تاثیرگذاریش در سیستم شش بدن است، یعنی از هوا به شش میآید. به این سبب است. اگر سوالتان این است که ویروس را بخوریم، دوست عزیز، ویروس کووید در سیستم گوارش یعنی خوردن، یعنی
معده و سایر سیستم هاضمه هست و میتواند زندگی کند، ولی در آنجا بیماریزایی نکرده است. حالا سوالی که بوده است اینجا این است، خیلی سوال مهم جالبی است. اگر پس ویروس در سیستم خوراکه هست، سیستم هاضمه، سیستم گوارشی، میتواند اون را دفع کند و این دفع کردنش این است که ما میگوییم در توالت ها دست ها باید شسته بشود. در توالت ها، مکان های توالت که هست، حتما دست ها با آب و صابون شسته بشود، چون احتمال دارد که در اثر این دفع اخلاطی که می شود بچسبد به دست و دست بیارد بیمار کند در چشم یا در دهان. پس این گمان زنی هست. ولی این که وقتی که ویروس وارد سیستم خوراکه می شود بیماریزایی ایجاد می کند، تا حالا هیچ بیماریزایی ایجاد نکرد، چون ما می دانیم وقتی که از دهان رد می شود این وارد شش می شود، وارد سیستم خوراکه هم می شود، ولی بیماریزایی روی سیستم گوارشی نکرده است. سوال بعدی این است که جناب درویش قلندر سوال کردند که چطور چین توانسته ووهان را کاملا از ویروس پاک کند. همونطوری که گفتم، مردم و دولت با هم دست به دست هم دادند، در خانه نشستند، آنهایی که بیمار بودند در خانه نشستند، آنهایی که بیمار نبودند هم در خانه نشستند، آنهایی که بیمار بودند و بیماری شدید بودند رفتند در قرنطینه و در بیمارستان، در بیمارخانه ها، و با یک مراقبت شدید کار بسته شد، تمام شد، کار انجام شد، کنترل شد. این فقط ووهان نیست، در خیلی کشورهای دیگه هم کردن. این مهم است که مردم، گفتم، از همین دانشی که دارند بتوانند عمل را اجرا کنند در 4 هفته آینده در تاجیکستان. جناب نیکروز حسنوف پرسیدند آیا روزه‌داری سیستم ایمنی را ضعیف می‌کند؟ دوستان، هیچ مطالعه‌ای نداریم که روزه‌داری سیستم ایمنی را ضعیف کند یا قوی کند، چون ما می‌بینیم این بحث‌های دینی و شرعی را من در جایگاهی نیستم که بگم چه کار کنید چه کار نکنید. در جایگاهی که دانش پزشکی نشان می‌دهد هیچ سندی وجود ندارد که بگد روزه‌داری قطعی، سندی که مورد قبول همه باشد، بد است یا خوب است. ولی آن چیزی که مطمئنیم برای کسانی که بیماری‌های مزمن زمینه‌ای دارند روزه نگیرند سودمند است، نباید روزه بگیرند. برای کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، آنها چون نیاز دارند که مرتب داروها، خوراک، آب، اینها رو بخورند، نباید روزه داری. مثلا کسی که نارسایی گرده دارد این نباید روزه داری بگیرد، کسی که دیابت دارد نباید روزه داری کند، کسی که فشار بلند دارد نباید روزه داری کند. ولی تاثیر این که 12 ساعت 14 ساعت خوراک نخوریم بر ایمونیتی چه خواهد بود، این چیزی تثبیت شده، ثابت شده ای نیست. نه ضعیف میکند نه قوی میکند، تا حاضر نه دلیلی براش. جناب اسرار مختار، آیا حیوانات خانگی می توانند منبع سرایت به کرونا شوند؟ این یک سوالی است که هنوز وجود دارد. نمیدانم شما گزارش ها یا نه. یک ببر بود در باغ وحش کوینز که اون کسی که مراقبت ازش میکرد کووید داشت و به اون ببر بیماری را انتقال داده بود و ببر بیمار شده بود. ولی تا حاضر، تا امروز هیچ گزارشی نداریم که حیوانات خانگی منبع بیماری به انسان شد باشند. یعنی این که اگر در خانه کسی سگی دارد، گربه‌ای دارد، حیوان خانگی دارد، تشویش نداشته باشد که از آن حیوان خانگیش بیمار بشود. گزارشی تا به امروز از این نداریم. ولی یک گزارشی که بوده است، اون کسی که نگهبان آن ببر بوده است در کوینز، از انسان به حیوان ویروس غلطیده است. سوال بعد این است که چه سوال هست می‌پرسم شما؟ خانم نسا پرسیدند که اگر سرفه خشک داشته باشیم چه باید استعمال کنیم؟ دوستان، اگر سرفه خشکتان کم است میتونید تحمل کنید که هیچی. اگر نه، اول شروع کنید با مراقبت‌های غیر شیمیایی، غیر دارویی. اون چیه؟ بهترینش این است که توصیه می‌شود که آب گرم بنوشید، چای گرم، آب گرم، نوشیدنی گرم. بعد عسل با لیمو اون هم قاطی کنید، با آب گرم یا چای گرم بنوشید. اگر باز کفایت نکرد، شما می توانید از داروهای ضد سرفه استفاده کنید. اگر کووید دارید، اگر کووید ندارید فرق نمی‌کند، می توانید از داروهای ضد سرفه استفاده بکنید اگر کووید دارید. ولی بهترش این است که
پیش از آن شروع کنید، شاید با یک آب گرم خوردن زیاد یا اینکه با عسل و لیمو و چای بتوانید جلوش رو بگیرید بدون اینکه استفاده کنید. خانم شهلای عبدالله پرسیدند که ویروس چند روز در بدن میماند؟ ویروس همانطوری که گفتم از وقتی که وارد میشود تا وقتی که، ببینید ما دقیق نمیدانیم چه روزی ویروس وارد است، ولی میدانیم که قدرت بیماریزاییش 2 هفته بوده است. ولی دقیق بخوایم ببینیم که این ویروس قدرت بیماریزایی، یعنی در 2 هفته بعد از اون که علامت ها میآید دیگر کسی بیمار نشده است خودش که علامت ها ند، یعنی شدت بشود در بدنش یا اینکه بیماری را پنهان کند. ولی گمان زده میشوند بگیم روز یکم که ویروس وارد شده است، نه علامت، تا روز آخر بیشتر از 4 هفته هیچ منبعی ما نداریم. دوستان این سوالاتی بود که من گرفتم. اگر سوال دیگری هست من باید جواب بدم، خوشحال میشم که دوستان به من خبر واتساپ، اگر نه که باز ابراز خرسندی کنم از اینکه با شما بودم، سپاسگزاری کنم که این وقت شب وقت را به من داده اید. از کسانی که این برنامه کووید 19 تاجیکستان را درست کردند صمیمانه تشکر کنم و از دوست خوبم جناب داریوش رجبیان، دوست خوبم جناب تشکر ویژه داشته باشم که به من این اجازه را دادن در خدمت شما باشم. من آرزو میکنم که هرچی زودتر این کنترل ویروس انجام شه. در آخر فقط با یک جمله تمام کنم: تشویش نداشته باشید دوستان. علم بشر درسته که سوال بسیار زیاد و ناشناخته بسیار زیادی از در رابطه با کووید 19 داره، ولی خوشبختانه این است که راه‌های پیشگیریش کاملا شناخته شده است و راه‌های گزارش هم کاملا شناخته شده است. پس با همین کار ساده پیشگیری و آرامش و تشویش نداشتن خیلی از کشورها موفق شدن بیماری را کنترل کنن و مطمئنم دوستان و برادران و خواهران عزیز من با موفقیت سربلند از 4 هفته میگذرند و دور هم جشن و سروری پا خواهیم کرد. سپاسگزارم از توجه شما.